بسم الله الرحمن الرحیم. اولیا، قصه حیاتی. این قصه حیاتی بوده در اصل در ازبکستان رخ داده است. از زبان کلین نقل می رود. خوشتامانم وقتی که به خانه‌مان به خواستگاری آمد، از روی عادت چای گرفتم و به پیش آنها در آمدم. سلام دادم و بر آمدم. در چشمم همان وقت یک زنی غریب نمودار شد. در سر رومال کلان داشت و هیچ یگان اسمای سرمه در رویش نبود. زنی عادی بود. هیچ از بین خواستگاران این طایفش را ندیده بودم. بعد از خواستگاران رفتن منزل ما را کی داده باشد پرسیدند مادرم. امانت گفتند. آنها به عائله ما خاص نیستند. در پیش آن زن خود را ناراحت حس کردم. یگان کرته ساز پوشم گویم نیافتم. همه لباس های اروپایی. مایوسانه می گفت مادرم. من نیز مثل مادرم خجالت کشیده بودم. در همان وقت به خانه من آمدن خواستگاری به ایمان در خیال هیچ کس نبود. عائله ما روسمانند و خیلی زمانوی بودیم. بیملال شارتیک و میکه و یبکه های کوتاه پوشیده می گشتیم. اما وقتی خوشتامانم خواستگار شده آمد، ما خیلی شرم کرده بودیم. این زن دیگر به خانه ما نمی بیاید به خواستگاری. چگونه بودن ما را او دیده رفت، گفت مادرم. اما خوشتامانم دیر نگذشته باز آمد. پسرم مرا آورد. اگر راضی باشید پسرم به دخترتان واخورده گپ زده بیند. چی میگویید؟ گفت خوشتامانم. مادرم هیچ چیز را نفهمیده از سراسیمگی راضی شد، چون که اصلا من با خواستگارهای پیشینه یا در رستوران یا در پارک واخوری کردم. اینش باشد در خانه پیشنهاد کرد. برای واخوری یک کرته ساز نداشتم. در کتابخانه امان واخوری را تشکیل کردیم. در پیش پسران یگان مراتبه این گونه خجالت نکشیده بودم. از لباس هایم شرم نمی داشتم. اما در پیش این پسر چنان شرم داشتم که مثل انار سرخ شدم. چشمهایم را از زمین نکنده یبکه‌ام را پایان کردن گرفتم. خوب هستید؟ ها رحمت. شد اکنون یبکه از کشیدنش دراز نمیشد. مانید هوای را به حال خودش. بو ندارانید. فایده ندارد. زمین نکفید و من درایم. چی سوال ها داد؟ من چی ها گفتم در خاطر ندارم. در حیاتم این گونه هیجان نکرده بودم. روزی دیگر خوشتامانم زنگ زده رازگی خود را دادند و جواب مرا انتظار بودند. این را شنیده خودم نیز حیران شدم. چه خیل انسانی به ایمان من اروپایی را انتخاب کردند. اما با پدر و مادرم سیربایی ندادم. پدرم داماد را ندیده بود. پگاه بیاید من یک بار بینم. گپ زده گپاش فهمم، گفت پدرم به مادرم. همراه مادرم به بازار رفته لباس های ملی خودمان را گرفتیم. همان وقت قلبم به همان جوان مهر بسته بود. به مادرم چیزی نگفتم، ولی از هیجان قریب که سکته دل شد. دسترخوان آماده کردیم. تمام مهارتم را نشان داده پخت و پز بسیاری کردم. مادرم آش پخت و یک چند خوراک دیگر. این گونه خوراک ها در خانه ما قریب نمی پختند. اساساً خوراک های تیز تیار آماده می کردیم. میوه ها می خوردیم.
ساعتها آمدن آنها را انتظار می شدیم. قریب که از عقل بیگانه شوند. آنها آمدند. خوشتامانم داماد و برادران داماد همه آمده خیلی صحبت کرده شیشتند و با خواهش داماد ما را یک مرتبه دیگر واخوری تشکیل کردند. اگر در واخوری یکم موی سرم سردادگی بود، لباسهایم کوتاه و اوپای و سرمه کشیدگی بودم، در این مرتبه باشد لباسهایم آزاده و موی سرم در زیر رویمال پنهان بود و انگشتانم لک نداشت. با در آمدنشان سلام دادم. آن مرتبه سلام نداده بودم، حتی به خاطرم نآمده بود. و علیکم السلام، شما خوب هستید؟ می شد است که همین گونه لباس پوشید. یک دختر صالحه می نمایی با این لباس ها. دفعه پیشین خودتان خیلی ناراحت شده بودید. دیده خرسند شدم. ماشاءالله. باز چی گفتم و یا چی گفتن، همه اش را فراموش کردم. رازیگی توی را دادیم. مادرم یک دیگر را خوب شناسند، بعد توی کنیم گفت. خوشتامانم باشد با دستوی یک دیگرش را خوب می آموزند، به نکاح گشتن ممکن نیست، گفت خوشتامانم. پیشنهاد شد که توی را تیزتر کنیم. با پدرم پسند آمد. من با که از همه زیاد. پدرم با عمکم رفته درباره عائله آنها پرسیدند. همه تعریف کردند، مخصوصا داماد را. توی سر شد. مادرم فقط کاسه و طبق کردند. باقی مانده همه چیز را از جانب داماد کردند. از اول خوشتامانم این شرط ها را مانده بود. بعد از زکس گذشتن با توی یک هفته مانده بود. داماد پرسید که برای مهر چی گرفتیم؟ هیچی نفهمیده بودم، چون که کلمه مهر را حالا نمیدانستم. بعدو خشوع کرده فهماندم. دهانم واز ماند. میتونستیم چیزی خواسته اما پرسم. دوبای برید؟ سبحان الله گفت. از دوبای چیزی سازتر نیافتی؟ مایلش میبرم. باز چی؟ سراسیمه شدم. باز ماشین. اگر به من رسی من به کوچه فقط به ماشین خودم میبرارم. من از اول شرط ماندگی بودم به تو. تو راضی شده بودی. ماشین هی نمی کنی. به حج میبرم. می شود؟ می شود گفتم. حج در کجا باشد؟ گفته به فکر افتادم. نکاح خواندند. روزی دیگر شوهرم برای خرید کرته عروسی برد. کرته کلینی صالحه انتخاب کردیم. به مغازه طلا در آمده انگشت بریلیانت گرفت و تحفه کرد. روزی تو این را به انگشتانت کن گفت. بعدم به دکان کتاب در آمده کتاب های نماز، آداب، اخلاق، نکاح، مرگ و یک چند کتاب های دیگر را به من گرفته دادند. خوانده آموخته استید، کدامش را که نفهمیدید بعد از توی میفهمانم. خواندن را از طهارت سر کنید گفت شوهرم. به خانه آمدم. پدر و مادرم همه کار را پرتافتند و به ورق زنی کتاب ها مشغول شدند. ما خودمون را مسلمان می حسابیدیم، اما از مردم غیر دین یگان فرقیت نداشتیم. ذره علامت مسلمانی را نداشتیم. فقط مرگمان را مثل مسلمانان به قبر گذاشته ایم و خلاص. در خانواده‌مان برای مهمانان شراب، شامپان، ویسکی همیشه حاضر و ناظر بود. اما به همین نگاه نکرده پدر و مادرم عائله های به ایمان را سخت حرمت میکردند. نسبت دینداران در قلبشان کینه نبود.
ماندم. من با خود کتاب نکاح را گرفتم و به حجره‌ام در آمدم. توی یک توی خانه کلان، آشیانه یکم برای زنها، آشیانه دوم برای مردها جا آماده کرده بودند. من از ماشین فرآمدم، فکر کردم که حاضر داماد به من گل را می دهد و به توی خانه می درآورد. اما این طور نشد. مرا یک دو زنها گرفته و توی خانه درآوردند. توی مثل عادتی نبود. بی داد و فغان گذشت، بی دردی سر. بعد از توی شب داماد با تبسم و پیشم در آمد و سلام داد. از جایم برخاسته من هم سلام دادم. انتظاری نکرده ای؟ سراسیمه شده نه، انتظار نبودم گفتم. پس برای چی خواب نکرده بیدارید؟ چی گفتنم من ندانسته خندیدم. در یک قوطی تحفه بود. این برای شما ناچیز باشد هم. کشاده بینم زنجیری طلا با گوهرش بود. پسند آمد؟ ها، لیکن من با شما چیز تحفه ندارم. زن و شوهر تنج آسایشته زندگی کنیم، همین برای من تحفه گفتند. یگان چی خوردید می؟ ها، خوردم. من گرسنه، بیایید با هم طعام خوریم، صحبت کنیم. من با خالم طعام خورده بودم، سیرم. از این سبب چیزی نمی خوردم. شوهرم را تماشا کرده می ایستادم. روزی که به خانه‌تان برای صحبت با پدرت رفته بودم، خوراک‌های در سرخان را کی آماده کرده بود؟ شما پخته بودید؟ ها، گفته سر جنبش دادم. ماشاءالله، چنان با لذت بود که تا حال مزه‌اش از دهانم دور نمیرد. در نظر من پیشتر مردان دیندار آدمان بد، جاهل، بی معامله، خسیس، قواقین بودند. اما سخت اشتباه کردم. این را وقتی که خواستگاری آمدن درک کردم که همش فکر خطا بود است. آنها شخصی به معامله مهربان و عزیز بودند. شوهرم چای میخورد و خودم به خودم میگفتم چرا انسانها اینقدر بی انصافند؟ بیدینها مسلمانها را بد اخلاق نشان میدهند. من در نزدم یک دیندار شیشته است. چی بدی دارد؟ عیبش چی؟ از همان نفرانی که خود را با مدنیت حسابیده از اسلام دور هستند صدها مراتب افضلیت دارد کو. از آنها حتی مرگش افضلتر است. از هر جهت خوب است. های خانم، گفته فکرم برید. لبی؟ خوش کی به دوبای می رویم؟ گفت خنده کنان. پس از توی یک ماه گذشت. خیلی خرسند بودم. خسورم مردی وزنین و کمترین بود. باد و بودش معلوم نبود. به همه با آوازی پست آدابانه سخن می گفت. آن وقت دانشجوی کرسی دومی کالج طبی بودم. برای ادامه دادن هیچ نفر مانع‌گری نکرد. همان وقت کمک خوش‌طامنم خیلی زیاد بود. مهربانانه مرا به راه راست هدایت میکرد. خواندن نماز را در یک هفته به من آموخت. بنابر سبب نداشتن علم اسلامی و من کمی وقت لازم بود که همه اش را قاعده‌ای اجرا کنم. من میخواستم نمازخوانی را با خواهش خودم سر کنم، نه با زوری. هر روز وقتا که شب میشد به حجره می در آمدم و کتاب‌های اسلامی را بسیار مطالعه میکردم. آنها مرا به خود رام کرده بود. تمام میشد باز میپرسیدم تا اینکه تأمین کنند. شوهرم باز خریده می آورد. خانه‌ام پر از کتاب بود. لیکن مرا به هیچ چیز مجبور نمی کرد.
و شوهرم سوالهای زیاد می دادم. از روی امکانیت جواب می داد. بعد که حجتها آماده شدند به مدت 20 روز به دوبای تماشا رفتیم. خیلی خرسند بودم و شوهرم می گفتم که شما خیلی مهربانید، تا آخر عمرم با شما می مانم. نصیب کند پدری فرزندانم می شوید. فرزندانم در عالم از همه فرزندان خوشبخت می شوند، چون که به مثل شما پدر دارند. انشاءالله همش در پیش. مادر فرزندانم نیز از همه مادری خوب می شود. همه مادران همه فرزندانم نیز خوب می شوند. گفت و چشم ژقید. این شوخیش را جدی قبول کردم و قهرم آمد و خفه شدم. آبی گرافین را در رویش پرتافتم و گرسنگی اعلام کردم. هر وقتا که به بیرون می رفت یگان چی می خوردم و حجره در آید باز گرسنگی اعلام می کردم. دختر خوب، آشتی شویم. زیغ شدم در ملک مسافری. نه، نمی شوم. آخر مسلمان ها از سیر و زیاد قهر نمی کنند. ما زن و شوهر باشیم، بالای وی داماد و عروسی نو باشیم، باز بالای وی در دوبای باشیم، باز در مهمانخانه باشیم، باز در یک حجره باشیم. آشتی شویم. رویم را می گرداندم و کتاب ورق می زنم. های خانم، مادر فرزندانم یکتا می شد. راضی می تو؟ چیکار کنم که قهر توی پست کنم؟ برای آشنایی طلا خریدتیم. در همین وقت خندیده رایی کردم. پسر به دنیا آمد. از خرسندی به سما و فلک نمی گنجیدیم. نامش را خسورم عثمان ماند. در یک وقت معین خواندن قرآن را آموختم. عثمان 1.5 ساله بود. زبیر به دنیا آمد. در نگاه بین فرزند تنقیسی نکشیدم. خوشتامانم کمک میکرد. زبیر 4 ساله بود. فرزند عمرم تولد شد. شوهرم فرزندانم را نوازش کرده دعا میکرد. عمر 2 ساله شد. من باشم صاحب دیپلم گشتم. چقدر مهنت و مشقت کرده تمام کردم. گرچنده ملکه کاری نداشته باشد هم شفاکار بودم. همه میخواست فرزندی 4م دختر شود، اما با اراده الله پسر عبدالله هم به دنیا آمد. در این ایام مردی که مثل پدرم بود خسورم از عالم گذشت. آسمانمان تاریک شد و بخت از خاندانمان رفت. عبدالله 3 ساله شد. الحمدلله دخترمون صفیه به دنیا آمد و باز به خاندانمون بخت آمد. همه خرسند بود. اما رنگ شوهرم خیره می شد. سیر بوی نمی داد. من در چشمانش نگاه کرده درد داشتنش را حس می کردم. حالتش روز از روز وزنین می شد. پرسیم نمی گفت. از قرآن سر نمی برداشت. تهجدش را ترک نمی کرد. نماز نفل و روزه نفل پی هم می گرفت. اما چی درد داشتنش را نمی گفت. بیماری سرطان. ما خیلی دیر خبردار شدیم. صبرینا، درس کودکان نیمکالا نماند. میدانم به 5 فرزند نگاه کردن دشوار، اما انشاءالله میوه شیرین می شود. از من راضی شو. زار زار گریه می کنم. اگر خواهی که در جنت با من باشی
به شوهر نبرو. زنها در جنت با شوهری آخرشان میمانند. اگر من به جانت رسیده باشم میتونی به شوهر برایی و در جنت با دیگر بودن را خواهی، خودت میدانی. از دستانش سخت خپیده گریه میکنم. رویش را مالش میدهم. عزیزم این طور نگوید. تمام خوشی های حیاتم با شما گذشت. چه خیل با دیگر کس به شوهر میبرایم. نیتی خوب کنید. حالا خوب میشود. سرم را سیله میکنند. دستانم میلرزید. اجل دیر یا بر وقت میخواهیم نمیخواهیم می آمده است. مرگ حق است. هیچ یکی ما ابدی زندگی نمی کنیم. شوهرم را با مال و ملکمان نگاه داشته نتوانستیم. نفرانی که به پول و مالشان باور کرده چگونه بیعقل بودنشان را در وقت درد به سرم آمد فهمیدم. پولمون به هیچ چیز فایده نکرد. بر وقت بیوه ماندم. حولی کلانمون خالی ماند. خوشتامه من و 5 فرزندانم بود. در بین خواهران شوهرم آمده می رفتند. در خانه‌مان هر روز آواز گریه بود. فراموش آنها سبب نبود برای ما. من خودم را با فرزندانم بند می کردم. خوشتامنم برای فرزندش قلباً می سوخت. اما به ما سیربوی نمی داد. وقت را با آموزش قرآن و فرزندانم می گذرانید. من باری ندیدم که خوشتامنم تلویزیون تماشا کرده باشد. دل را خسته می کند. فکر را بی‌زیب، مرگ و آخرت را فراموش می کناند. می گفت خوشتامنم. وقتشان را دائما با ثمر گذرانیدند. من نیز از خوشتامنم بسیار چیزها را آموختم. روزه همه دخترانش را جمع آورده، مرگ هر وقت آمدنش ممکن، با شما باید امانتی ها را سپارم و گپ های را باید گویم گفته همه تلاواری هایشان را در بین ما تقسیم کرده دادند. حولی در نام من گذشت. من خبر ندارم. شوهرم حق میراثی را به همه خواهرانش تقسیم کرده بود است. از خوشتامنم الله راضی باشد همه چیز را در شکل ضروری تقسیم کرده داد و به دست من علاهیده یک قطی دادم. حیران شده گرفتم. دخترم، پسرم باید تو را برای ادای مهر به حج می بود. نصیب نکرد. این قطی را به تو دادنم را التماس کرد. دخترم، از پسرم راضی شوید. در حقش دعا کنید. خوشتامن را به آغوش گرفته زار زار گریه می کردم. الحمدلله سبک شدم. امانت را به شما سپاریدم. پس از من نیز همین گونه دوست باشید. دائما یکدیگر را دستگیری کنید. فرزندانتان عالم شود، قاری شوند. هیچگاه از عبادت الله دور نمانید. به حجره‌ام در آمدم. با هیجان قطی را کشادم. در درونش کاغذهای سبز تخت کرده بود. سرجم $200,000 و در رویش به صبرینم گفته مکتوب بود. کنورت را کشادم و با هیجان مکتوب را به دست گرفته خواندم. برای مکتوب اول را یافتن در بین 10 مکتوب همه‌اش را نظر کردم. با صبر بی نهایت با مضمون نوشته بود. السلام علیکم عزیزم صبرینم. مکتوبم را میخوانی
میدانم در چشمانت اشک شده میریزم. جراحتت را نو میکنم. راضی شو، حیات همین بود است. می بیایی، می روی. هر وقتا که عجلت در پیشت پیدا شود آه میکشی که بسیار عملها را سری وقت اجرا نکردم. میگویی زندگی کردن را آرزو میکرده ای. این خطها را با الم و درد نوشتم. در هر نوشتنم گریه میکردم. در حقت دعاها میکردم. هر وقتا که تو را با 5 فرزندم پرتافته رفتنم را فکر میکردم حالم بد میشد. این را فقط آن نفرانی که به این حال افتادند میدانند. با چشمان اشکریزت نگاه میکردم. آرزو میکردم که زندگی کنم، اما خواهش الله دیگر است. صبرینم، میدانی هر وقتا که تو را مراتبه اول دیدم برای صمیمیت معقول کردم. در احوالت از خنده خود را به زور قپیدم. مخصوصا لباسهای کوتاه پوشیده به پایان میکشیدی. مرا دیندار بودنم را فهمیده خود را خجالت حس کرده بودی. میدانستم این دختر را نگیر، این کوچگر، او را اداره کرده نمیتونی. بسیاری ها این طور میگفتند. استخاره کردم. قلبم به تو میل کرده بود. نیت کرده بودم که به تو اسلام را میآموزانم. صبرینم، به تو خانه‌دار شده خطا نکردم. هر روز یکی با تو زندگی میکردم روزهای خوبی من بود. قلب تو، رحم تو، وجدان تو دائما مرا به حیرت آورده است. قلبت مثل آب تازه بود. ساده بودی. در دبی قهر کردت را در خاطر داری؟ زیق شده بودم. آشتی نشود چی؟ هیچ چیز نمیخوردی. بعد پنهانی خوراک خوردنت را حس کرده بودم. از خانه بیرون روم پنهانی خوراک میخوردی. قلبم آرام شده بود. راه های آشتی شدن را میکفتم. تیلا گفتم خندیدی. راهش آسان بود است. تو اینها را در خاطر داری؟ این را من نوشتم تا که قلب تاریک تو را روشن کنم. خواستم روزهای با هم گذرانیده امان را به خاطر دارم. برای هر پسرانم گوشت میگفتی. میفهمیدم که پسر میشود. وقتا که برای دخترانم صفیه تارت گفته بودی حس کردم که اینش دختر میشود. دختر بودنش را حس کرده بودم. از خرسندی را در سما نمی گنجیدم. تو ارکه مادرم بودی. گذشتن عمر را بین. دیروز با هم واخورده نشسته بودیم. در مدت کوتاه 5 فرزند. الحمدلله. با الله برای به من پسران پهلوان را داده‌اش. حمدها باشد. صبرینم، جنتم، قلبم. با تو یک بتون بودیم. تو را تنها مانده می روم. راضی باش. صبرینم، از تو خواهشی کلان دارم. از برای الله فرزندانم را خواننده آنها را قاری کن. به شما برای محتاج کسی نشدنتان پول مانده می روم. تو از این زیادتر را لایقی. لیکن راضی شو. از دستم همین قدر کار آمد. عثمان انشاءالله به وایه رسد. تو را و مادرم را به حج می برد. روزهای خوبت حالا در پیش. همه‌اش در پیش. شما را به پروردگارم امانت گذاشتم. شما را او تنها نمی گذارد. دستگیری می کند. صبرینم، چنان زندگی کردن می خواهم.
پولهای مانده شوهرم را گرفته به یک سو ماندم. مکتوبها را همه‌اش را نخواندم. در وقتی که قلبم درد کند می‌خواندم برای آرامی قلبم. عثمان را خوشنامانم قاری کردند و زبیر 18 پاره را حفظ کنانیدند. خوشنامانم نمیشد، من فرزندانم را سرشته کرده نمیتوانستم. خوشنامانم هر وقت که به تهجد میخیست تا نماز بامداد را ادا نمیکرد از سر جای نماز دور نمیرفت. بعد بامداد فرزندانم را به پیشش گرفته قرآن را تعلیم میداد با آداب خوش. کاری من اساساً کاری خانه بود. بعضا نفرانی برای طبابت به خانه امان و پیش من می آمدند. به آنها نگاه می کردم. نباشد بیکار بودم. به کار دولت کار نکردم. در خانه نشستن را افضل دانستم. فرزندانم را تنها و آمدن مرا انتظار شدنشان را نخواستم. بالای او پولی که از شوهرم مانده بود برای زندگیمان بی ملال می رسید. کاری خوشنامانم درس و باز درس بود. هیچ به کاری من همراه نمی شدند. سرشان را از قرآن نمی برداشتند. و نبیره هایشان قرآن را با آداب و اخلاق زیبا می آموزانیدند. روزی در بالای یک پیاله چای از خوشنامانم پرسیدم: مادر جان، از کدام وقت نمازخوانی را سر کرده اید؟ در 6 سالگیم مادرم را خداوند رحمت کند و نماز در آورده بود. از 14 سالگیم باشد نماز تهجد را سر کردم و بار ترک نکردم، دایم و ادا کردم. عمرم به 70 رسید. در دوام عمرم بسیار خطاهای کردم. ندانسته گناه ها کردم، اما در نماز و روزه غلط نکردم. الحمدلله. دائما در وقتش اجرا کرده آمدم. شما نیز به فرزندانتان نمونه شوید. نمازهایتان را سری وقت ادا کنید. 2 فرزندم قاری شد. الحمدلله. آنها را برای گرفتن علم به مصر روان کردیم. با مصلحت خوشنامانم بعدتر به مصر سفر کردم. دخترم، علم آموزید. عمرت در خوشخانه گذشته ایستاده است. روز قیامت مرا از این میپرسند. جوابگر میشوم. شما را با کارهای خانه بند کرده از علم دور کردنم مرا جزا دادنشان مقرر. 5 سال با فرزندانم در مصر تحصیل گرفتیم. در وقت تعطیل به خانه آمده می رفتیم. با دیگر فرزندانم خوشنامانم خیلی درس داده بود. بسیار چیزها را آموختیم. وقتمان، پولمان بیدرک صرف نشد. وقت را با پول برای گرفتن علم صرف کردیم. دنیا همین بود است. امروز هستی، فردا تو را یاد میکنند. انسان ها تولد شدن میگیرند و وفات میکنند. خوشنامانم کسل شده بستری شد. در بدنم درد نیست، اما قوت ندارم. دستانم از بی قوتی می لرزد. خواهش می کردم که نمازشان را نشسته خوانند، اما تمام قوتشان را جمع کرده برخاسته ادا می کردم. پا دارم، قدم مانده می تانم. چرا نشسته نماز خوانم؟ با همین حال نیز با قرآن زندگی می کردم. در جای خوابشان قرآن فرزندانم را سنجش می کردم. آنها از یاد گویند، با دقت گوش انداخته خطاگیه‌شان را می گفتند. یک روز پیش از مرگشان چای آماده کرده و پیششان در آمدم.
در طرف راست خواب رفته دعا می کردم. یا رب، عمرم را به طاعت و عبادت تو بخش کردم. تو را گفتم، دیگرش را انتخاب نکردم. برای جنت از گناه و حرام خود را کناره گرفتم. برای جمال تو قرآن را از دست ندادم. یا رب، مرگ من قریب است. زبان و دل مرا از ذکر خود دور مکن. پیش از مرگ از خطا کردن می ترسم. گرفتن جان را برایم آسان کن. سوال و جواب قبر را برایم سبک کن. روز قیامت در نزد جمیع انسان شرمنده‌ام نگردان. با نور عرفان و قلب حضورناک این دنیا را ترک کردن را برایم نصیب گردان. روزی دیگر حضرت عزراییل بی خبر در آمد. من در نزد خوشتامنم دستانش را قپیده گریه کرده نشسته بودم. مادرم باشد خاموش قرآن تلاوت می کردند. در این ایام سراسیمه بار خواهر شوهرانم در آمدند. همه‌شان در نزد مادری اولیایم نشستند. در چشمی همه اشک بود. از روی مادرم دانه دانه آب می چکید. ما همگی راز و ریزا از مادرمون می پرسیدیم و گریه کنان می نشستیم. مادرم به سوی در نگاه کرده گفت: انا آمدند. قامتتان را بلند کنید، سلام دهید. گفتند و خودشان السلام علیکم گفتند. ما از سراسیمه حیران شدیم. چیکار کردن را ندانستیم. همین زمان خوشتامنم خندیدند و الله اکبر، زیبایی جنت را بینید. چشمانم از نور جنت خیره شدند. الله اکبر گفتند و جان دادند. مرگ به کسی راحت، به کسی دیگر عذاب. هر کسی پیش از مرگ جمع کرده خودش را می گیرد. من به همین امین شدم که هر کسی با قرآن زندگی کند، الله او را هیچگاه خوار نمی کند. جمع نکردن، ثروت زیاد نکردن. ابدی زندگی نکنیم، چرا مال و ملک جمع کنیم؟ می گفتند. بعد از لحظه خانه‌مان با بوی مشک پر شد. هر نفری با جنازه آمده این بوی چی گویان می پرسیده ما را خسته می کردند. غسال آمد. خوشتامانم را دید و با من نیز همین گونه مرگ نصیب کن یا الله گفت و ناله کرد. روی خندان خوشتامانم هم مرا به حیرت آورده بود. من خوشتامانم را مثل اولیا می حسابیدم. او را به خاک سپاریدم. شخصانی که به درجه اولیا رسیده بودند در کتاب‌ها خوانده بودم. مادری مرا نیز از اولیاها هیچ جای کمبودیش نبود. دائما در راه رسول و الله عمر به سر بردند. وقت اولیا گویند در نظرم فقط سیمای مادرم می بیاید. اولیا این خوشتامنی من می باشد. شنوندگان عزیز، برای ما این قصه را نقل کردن خیلی دشوار بود. زیرا هر وقت آغاز می کردیم از چشمانمان اشک می ریخت. آواز خیره می شد.
به روز دیگر می گذاشتیم. قضاوت به قصه را به عزم هر یک شما می گذاریم. فکر و اندیشه خود را نویسید. فکر شما برای ما مهم است. خداوند متعال به هر یک شما این گونه حیات را نصیب کند. آمین. با کانال آبونه شوید. نوارهای نوبتی را انتظار شوید. باقی در پناه الله.